روزی که به دیولوخم سفر میکردم چیندگلی تورون بغل میکردم. برای چیندن تورون ما در کرشه در کرای، خوبشه در کرای، انتوشکاوری خطیکچه در کرای، بعد رمولچه در کور. رمولچه برای در وقت چیندن تورون اگر که گرم شده هم خیلی رقوته قوق میکنی. قرار داریم در نزدیکی چشمه بلر پوین تره، ما اونجا نمیریم، علف بلنده، هم میترسیم برای که علف به نهایت بلنده یا خزنده های زرنوک وجود داشتنش ممکنه. چشمه بلر نمیریم. خب میون همه جو علفه خوفناکه، در درونش یکی بین همه علفو ده اژدهار باشه میخرد درک نمیوی. احتیاط به هر حال خوبه. تورون دوستای عزیز در جاهای ما خشک نمیکنن. ای تورون یگون اوتالا تیار نمیشوه، نیکی ای چکری روشک ای دیگر علفوی بهاری اوتالا تیار میکنن. تورون فقط در همو سیزونش همه خیلی خورده میشوه، استفادهش میبرن، استعمال میکنن تورونا. دیگر راست گپ نمیدونم در دیگر مناطق تاجیکستان یا که در افغانستان در جایی که باز تورون اگر برویه نمیدونم که چی کارش میکنن، لیکن در وادی تگناو تورون فقط همچو بگیم علف تر تازه استفادهش میبرن خلاص. گیاه بسیار ساله، هر ساله ریشش میبرویه، باز از تخمش هم وقتی گل میکنه تخمش که زمین در ریخ دوناش ایوان میبرویه ممکن دیر میبرویه، برای که این ما چندین سالا شد در همین جاییم با تورون سر کار داریم، نیکی همین هم قدر زیاد نمیشوه یا که مردم زیاد میکنه میبره شایمو حساب. فقط دیدیم که همین ریشش برامدگی شد، دیگر شو ندیدیم. خیلی سال شد دوستای عزیز ما تورون خوردگی نیستم. راست گپ همین فقط یک عمر در غریبی گشتیم، علفی تبابتی وطن کم خوردیم، قدر چند سالای نخوردم، یک ممکن 10-12 سال باشه. دوستای عزیز تورون فشار بلند خونه معتدل میکنه، پست میکنه. اگر فشار بلند، کسایی که فشارشون بلنده تورون بخورن فشار خون معتدل میشوه، باز دیگر بیماری ها رو هم تبابت میکنه. این تورونای گرینیشن، هر که خورد تورونی گرینی را نبیند بلندی دولینی را میزنی، دیگر هم چشمات جای تیاق واری چقور میشوه، دولینی تختک دمیخن به همون ستریلکه دیگه تماما نمیخیزه بلند. تکیه دیوالدن فقط دیگه قنده و میخری که دولینی بلند شوه. یا الله بچه تورون دا بیو. شما خوردن بگیرید دوستای عزیز، بازی من میرم با یک قدری دیگه میگیرم میام.
علف تورون در بیماری های فشار بلندی فایده داره. گذشته از این بدن سلقی نگاه می‌داره، از عرق کردن پیشگیری میکنه. وقتی که میخری فشار خون معتدل میشه، اگر بلند باشه پست میشه. لیکن فقط با نفرایی که فشار خونشون پست است از همون معیار اساسی توصیه داده نمیشه خوردن تورون، برای که اگر که کسایی که فشار خونشون پست بخورن دیگر ای تکه دیوال خیسته نمیتونن. من خیلی به مثل چاقله پوست کرده میشه. برگوش بعضی جاها دا میخرن، بعضی جاها نمیخرن. گلش هم استفاده میبرن، از گلش همینجا گل میکنه. وقتی که تورون پیر شد من خیلی گل میکنه، اینش هم استفاده میبرن. لیکن تنش در دوا یعنی طبابتی بدن قوی تره. دیگر چی گفتنی بود؟ گذشته از این برادرای عزیز، کسایی که گفتیم فشارشون پسته زیاد باید نخورن، یک دانه دو دانه بخورن بسه، زیاد باید نخورن. گیره ما در عمل دیدگی هستیم که کسای نفرایی که فشار خودشون پست بود خوردن، باز بگیم بیماریشون اوج گرفت. در بخلشکای سحری چای گرم گرفتن، بخلشکا روی شیده است. چای گرم شا خوردیم، قدر نمک دبافکا کردیم برای تر کردن تورون. در نمک تر میکنیم، میگیریم. بسم الله الله اکبر. مزه تورون کمی فشرده میکنه. وقتی که میخوری زبان دهان میجبه، کمی ترش هم هست. اگر نمک ایلوه کنیم این خصوصیتش کمتر برطرف میشود و فورم میشود برای خوردن. به اصطلاح روسی приятнее خوردنش. داخل تورون بینش خیلی یک سوراخی داره، میشه که کم کم نای میکشه. این طرفش میکنه اینقدر سوراخی بروش میکنه نای میکشه. حاصل میکنم برادرو نای نمیکشه کشیده و لیکن سوراخی داره. در وقت خوردن وقتی که میخوری هر گونه صدا میبروره. من خیلی بچه ها مرحمت کنین، تورون دا بیوین. کسی که تورون نچیده است بیو بچه. تازه تورون свежий امروز. خب دیگه دوستای عزیز، در همین جمع با شما خداحافظی میکنیم. رحمت برای تماشای نوارا، رحمت که ما را دستگیری میکنین، لایک میگذارین، ما شما منت داریم. سپاسی بی پایان. در امان خدا باشین.